یک سوال داشتیم. در وقت روزشکایی بعد نماز شام همین تسبیح گفتن خوب است یا که رفته روزه را شکاییدن؟ چقدر تسبیح؟ مقصد که نماز شام میخونن، سنت هم میخونن، رکعت میشینن ذکر میکنن، تسبیح یعنی آیت کرسی همین تسبیح میکنن، شما ذکر بعد میکنن. از آن اول سیر شوید، بعد رفته نماز خوانید، بعد شام دیگه ذکر میکنید، تمام همین که دی تراویح بمیرید. بس از همون 15 دقیقه 15 نه دقیقه مثال آدم در یک ساعت شیشه تعام خوردن برای خود عادت نکنید. تا حالی مردمی ما دسترخوان میاندازیم، یک ساعت پیش از دسترخوان، یک ساعت بعد دسترخوان با میشینیم دسترخوان بندار آدم. این خیلی 10 دقیقه ده تعام خورید بس. از این تعام زیاد چی نه در کار؟ حضرت ای خلای که مسجد ما مثال از آن میدین یک دونه خیرما خطی روزه را میشکوین، بعد نماز شام میخونن. نماز شام اگر افطار در مسجد است یا در خانه؟ در مسجد. اگر در مسجد باشد این فقه امام نه، امامی به فهم مردم آور سیر میکنند، یعنی اجازت میده که تعام دیها سیر شوند. 10 دقیقه 15 دقیقه شام قضا نمیشه، تنگی بد نگیرم و قول مردم کلا مانند مردم خورد آخر سیر شود. نفسی آرام کدی نماز خونه، همین نماز میخونه کی به امام تمام میکرده باشد که به سری تعام راه میخیر نه، بگذار سیر شوند. همین 10 دقیقه 15 دقیقه آدم سیر میشه تمام. بله. یا برو میخیزید نمازتون میخواد دسترخوان هم جمع کنه. یا برو و چی نکاری یک خورما کدی سر و سیمه نماز خونده با به سری دسترخوان دوباره اومدم یا برو شینن. خب سوال به میگذاریم. سوال این که آیا بعد نماز سبحان الله الحمدلله ذکر کردن بهتر است یا خوردن؟ اگر مادامی که وضعیت همین خیل باشد، امام بعضی امامو نمیفهمند، بعضی امامو نه باید یک دانه خورما خوری خواهینش هم بخیر است، ولی بعضی امامو تا شام خوانده سنتاشو دعاهاشو کنی خدا هنگ شوی نمیماند. نعوذ بالله. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، مردم برای خدای راهبرای بی سواد راهبر گرفتیان. فضلوا و اضلوا، خداشون هم گمراهند مردم هم گمراه کردیم. از آن گفته میشد هیچ کس روزکشایی نمیموند. تا شام 10 دقیقه میشینن تا فرضه، هیچ کس روزکشایی نمیموند. نماز شام میخونن، سنت میخونن، ذکر میکنن، دعا میکنن، 3 دعا. بعد با سری دسترخوان میشن باید دعای طولانی میکنن پیش از افطار، بعد اجازه. این خیر نه خیلی الله اکبر که گفت دهانشون کشون تا لا اله الا الله یک دنیا میخورن. با بعدی از آن گفته شدن مؤذن با 10-15 دقیقه بگذار مردم خورن بعد نماز خونن. آخر چون میکنه این بیچاره مردم عذاب داده. و سنتی است این که باید آدم پیش از نماز شام اول خورد به قدری که سیر شود، هیچ گپی ندارد. آدم همین در 10 دقیقه سیر میشه، بگذار سیر شم بخونه نمازه. الا اگر اون مسجد افطار نداشته باشد، هیچ کس در اون مسجد خیر نمیتید، همه در خانهش رفته افطار میکرده باشد، در این صورت بله خرمایی که داد دهان کشودن در حال قامت گوید نماز شام خواند و مردم جواب تید. میتونید رفته در خانهتان سنت خوانید و یعنی افطار کرده بعد سنت خوانده بعد ذکر کنید مایلی. یعنی این نماز فرض نیست که اینه کن باید اول کنید و بعد طعام خورید. نه، طعام خورید. حتی نماز فرض در صحیح بخاری مسلم آمده است که فرض کردیم که به نماز فرض قامت گفت و همین وقتا آشه کشیده آمدن، کدامش کنیم؟ پیامبر صلی الله علیه و آله به طعام گفتن. طعام بگذار نماز فرض اگرچه مثلا واجب است جماعت که خواندن در این حالت نمیرید، لیکن اینه برای خود عادت کرده نمیگیرید. نمیگوید که زنک همین که وقتی قامت شد آشه کشته میبید تا اینکه من به جماعت ساخته کاری است. یکی همین خیل شد که شما گرسنه
طعام در وقت قامت کشیده آمد. در این حالت پیامبر صلی الله علیه و آله فبدؤوا بالعشاء، از طعام شروع کنید. یعنی اول طعام میخورید، سیر میشید، نماز جماعت از بین رفت، تمام شد، پس در خانه میخوانید. یعنی این یکی از عذرهایی که نماز جماعت از آدم ساقط میکند، یک بار در یک وقت آماده شدن خوراک و قامت. اگر در یک وقت تیار شد، اول نماز پیش رو میگیرید. برای چی؟ برای اینکه شما وقتی که به نماز میرید، فکر و خیالتون به طعام است. بنابراین علی قاری، مولا علی قاری هیروی حنفی رحمت الله علیه گفتن که طعامی که صاحبش یعنی خورندهش به فکر و خیال نماز است، بهتر است از آن نمازی که فکر و خیال نمازخوان به طعام است. بنابراین بگذار مردم سیر شود، طعامش خورد، بعد نماز خواند. برادران، مادامی که شریعت همین فرمایش داده است، همین کار را داده است، آخر چه میکنه برای خودتون وزن کرده؟